بیننده ارجمند سلام، طاهری سفر هستم با نوید بامدادی شنبه 4 آگوست در خدمت شما و شروع میکنیم از خبرهای مهم تاجیکستان. مقامات وزارت مالیه تاجیکستان گفتند که در دادن قرض به شرکت امید 88 به هیچ خطای راه ندادند و اگر چنین بود تفتیشات حتما آنها را به جوابگری میکشید. قضیه شرکت امید 88 یک سال باز است ادامه دارد و دو رهبری آن در بازداشت هستند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 3 آگوست در نشست خبری در دوشنبه گفت که کارمندانش اگر در دادن قرض به شرکت امید 88 کمبودی می داشتند و سهلنگاری میکردند پس حتما آنها را به جوابگری میکشیدند. رجب علی آدینیف از ماه اکتبر سال 2017 به این طرف در بازداشت است. او را به نپرداختن 171 میلیون سومانی پول ساختمان نیروگاه راغون متهم میکنند که وزارت مالیه تاجیکستان این پول را سال 2015 همچون قرض به شرکت امید 88 داده است. رئیس این شرکت بزرگ وارد کننده گاز و بنزین به تاجیکستان را بعد از آن دستگیر کردند که خود رئیس جمهور امامعلی رحمان او را تنقیب کرد. خبر دیگری مهم این است که دادستان کل شویцария در رابطه با هلاکت یک شهروندش در تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده است. بنا به گزارش رسانه‌های شویцария پرونده به ضد افراد نامعلوم باز شده است و چنین مقررات در شویцария وجود داشته است که میتوانند در رابطه با هلاکت شهروند کشور در خارج پرونده باز کنند. طور شما هم میدونید یک شهروند 62 ساله شویцария و یک نفر از هلند و دو آمریکایی روز 29 ایول در دنقره کشته شدند. یک گروه از جوانان اول این دوچرخه سواران خارجی را با ماشین زیر کردند و سپس از ماشین بیرون آمده با آنها با کارد و تبر حمله کردند. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی برداشت گرفت. و خبر جالب داریم درباره پروازها به سمرقند باستانی. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یک هفته بعد از پرواز نخستین هواپیما از دوشنبه به سمرقند خبر داد که قیمت بلیط ها را پایین آورده است. نرخ بلیط که اول 600 سومانی بود حالا تا 300 سومانی کاهش یافته است. مدت پرواز با هواپیمای بوینگ 737 300 35 دقیقه است. پرواز نخستین هواپیما از دوشنبه به سمرقند روز 28 ایول صورت گرفت و در هواپیمای نخستین گروه از ژورنالیستان تاجیک هم حضور داشتند و خبرنگار آزادی هم و ویدیوی او را گزارش او را می توانید در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. و در زمینه قضیه دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 در امریکا دادستان ویژه رابرت میولر میخواهد ستاره پاپ آذربایجان امین اگالاروف را بازپرسی کند. اگالاروف سال 2016 در ملاقات پسر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با حقوقدان روسیه ناتالیا وسلنسکا اشتراک داشته است. در این باره تلویزیون NBC نیوز روز 2 آگوست خبر داد. خود آوازخوان نمیخواهد به امریکا رود. در این باره وکیل او اسکات بالبر به تلویزیون CNN خبر داده است و بالبر همزمان گفته است که زیر حمایش چیزی برای پنهان کردن ندارد. با گفته CNN پسر ترامپ به خاطر دریافت مواد بدنام کننده درباره نامزد حزب دموکرات هیلاری کلینتون با وسلنسکا ملاقات کرده است، اما اگالاروف اعتراف کرده است که در تشکیل ملاقات کمکی کرد اما مطرح شدن معلومات بدنام کننده درباره آن گفتگو را رد میکند. خوب رسیدیم به پایان نوید بامدادی. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.